سلام برابچه، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. خب همگی فهمیدیم که امیر تتلو اومده داخل ایران و یه مقدار حاشیه درست شده. دوستان میخوام براتون یه داستان تعریف کنم. داستان زندگی خودمه. یه کار توی شمال بهم پیشنهاد دادن، قیمت بالایی داشت، قیمت بالایی گفته بودم، به امید این که طرف رد کنه کارو و من دیگه شمال نرم. یه مقدار واسه من شاه بخورم، دلم نوشابه خواست، ببخشید. آره آقا، مثل برچسبشون تار نکرده، تار میکنه آخر. آقا یه کار توی شمال ما خورد که میخواستم یه مثلا طرف آشنا بود، من میخواستم کار رو رد کنم و دیگه نرم. حال و حوصله کار واسه تفریح خوبه، ولی خب کار یه مقدار سخته، مخصوصا این که هوا بارونیه، تو هر هوایی نمیشه تو کار کنی، باید هوا خوب و صاف باشه تا بتونی. من خودم اونطوری هم تا دست و دلت به کار برم. ما قیمت مثلا 10 میلیون بود، من گفتم آقا 18 میلیون. آقا با کمال ناباوری طرف قبول کرد، گفت پاشو بیا. خب سابقه خوبی دارم من تو کار، به اعتبارم، به خاطر اعتبار کار خوبم اینا دیگه به قول معروف قبول کردم. منم به ناچار شال و کلاه کردم، لباسمو پوشیدم و ابزار لباس کارمو جفت و جور کردم و ماشینو آتیش کردیم سمت موتلگو. رسیدم موتلگو، یه دونه هتل، یه هتل بود رو به دریا، یه دونه بهم سویت دادن، گفتن تا موقعی که اینجا هستی تو میتونی استفاده کنی از این هتل و از این منظره. یه 170 متر یه ساختمون داده بودن به یه نفر آدم. منم ببین اولین روزا خیلی رویایی بود. رفته بودم بالا پشت بون، نم بارون میزد، ساحل روبرود، رنگ آب نقره‌ای. وای چه منظری، وای چه منظری. قبل از اینکه دریا شروع بشه یه رودخونه هم جلوت بود و یه حالت جنگلی داشت. یعنی بهت بگم ساختمون اینجا، جنگل روبرود، بعد از جنگل هم منظره دریا. واقعا منظره خوبی بود. اولین روز تصمیم گرفتم، گفتم استراحت میکنم، با اینکه ساعت میتونستم کار کنم ولی کنسل کردم. گفتم من یه روز باید استراحت کنم. گذشت، بعد از یک روز کار رو شروع کردم. اونی که واسش کار میکردم یه خانواده تبریزی بودن، ساکن رفته بودن ساکن موتلگو شده بودن و وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن. با پدرش صاحب کارخونه بود، خودشون هم پایین ساختمون فروشگاه لباس زده بودن. که هر جا هست امیدوارم موفق باشه، چون لیاقتشو داشت. خیلی آدم انسان خوبی بودن، هم پدر هم پسر. گذشت یک روز و من اولین روز شروع به کار نکردم، دوم روز شروع به کار کردم، ولی خب من حساب بارون رو نکرده بودم که بارون باعث میشه کار من کنسل بشه یا نتونم تو هوای بارونی کار کنم. 2 ساعت 3 ساعت کار کرده بودم، مجبور شدم کار رو تعطیل کنم و کار رو بندازم به یه روز دیگه. آقا همینطوری میگذشت و یه روز ما شد. من روی نهایتاً 10 روز، یه هفته تا 10 روز برنامه‌ریزی کرده بودم که این کار رو تمام کنم و تحویل بدم و پاشم بیام تهران. بعد رو درواسی افتادم، من اصلا حساب بارون رو نکردم و کار من 50% کار من جلو رفته بود، در حالی که 2 هفته گذشته بود. وای پسر،
با اینکه همه چی رویایی بود، بهم امکانات فول آپشن رو داده بودن، بهترین امکانات، بهترین غذا، منظره، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. ولی دوستان خیلی هم مثل منن، دوست دارن از محیط زندگیشون زیاد فاصله نگیرن. یه جور تنفس داریم، تنفس روحی فکر کنم باید اسمشو بگذاریم، تنفس روحی، که روحت دوست داره آدمای دور و برت هر روز ببینیشون همینطوری هن. دوست داری به قول معروف از خواب که بیدار میشی بری سر کوچه یه نون بربری بگیری، بقال سر کوچه باشون صحبت کنی، پاشو بری یه سیلاب شیردونی سر صبح بزنی، کله پاچه سر صبح بزنی و خیلی آدم با آدم میچسبه واقعا چه بخوای. ولی وقتی میری جای غریب، با اینکه آدم خیلی خوبی بودن، میرسیدن جاش، منطقهش واقعا خوب بود، ولی ناخودآگاه این دلتنگی میاد سراغت. 50% کار رو زده بودم، ولی دلتنگی شدید منو گرفته بود. انگار که ماهی که از آب جداش کردی انداختیش داخل تنگ، یعنی از آب دریا رودخونه جداش کردی انداختی داخل ماهی تنگ و دیگه اصلا طاقت نداری واقعا چه بخوای. من تو اون حالت بودم. 50% کار رو زدم و هر چقدر گفتش این رفیق ما جاوید، گفت بابا همه جوره من هوا تو دارم، نری یه دفعه کارو نصفه نذاری، یا میدونم دلتنگی داری فلان و بساطه، هر جوری بخوای من هوا تو دارم، نگران نباش. واقعا دیوونه میشدم که حالا چی؟ یه جایی از کشور هست که فقط داخل غربت نیستی، زبان فارسی رو همه بلدن و شمال ایران بودیم دیگه، شمال ایران بودیم. حالا نگاه کن با اون وضعیت من بیشتر از فکر میکنم 10 روز نتونستم دوام بیارم، مجبور شدم برگردم بیام و دوست داشتم تو محیطی که هستم بمونم. خلاصه اینطوری بود. ولی الان داشتم به امیر تتلو فکر میکردم. امیر تتلو ببینید دل شیر میخواد شما بیرون از ایران بخواید زندگی کنی. ببین آدمایی که به درونگران زیاد براشون فرق نمیکنه، ولی انسانایی که دوستای فراوانی دارن اینا قضیه براشون خیلی فرق میکنه. محیطی که دوست دارن بمونن خیلی براشون فرق میکنه. انسانای خیلی ظریفی هستن، خیلی حساسن. الان با این وضعیت من نمیدونم الان امیر تتلو چند سال بیرون از ایرانه، چند ساله. آدم دیوونه میشه از محیطی که هستی. شما اومدی بیرون، مجبور شدی خارج از ایران زندگی کنی، دیوونه میشی، داغون میشی، میترکی، چون تمام طرفداران داخل ایران هستن، قلبشون بر تو میتپه و اسمشون گذاشتن گروه تتلیتی. واقعا ببین هر جور حساب کنی خب یه وابستگی بین هم دارن. خود من آهنگ تتلو رو تا چند سال پیش یه دونه از پسرخانه‌ام که خیلی دوست داشت آهنگاشو، منم چند تا از آهنگاشو به سلیقه خودم گوش میکردم. یه دونه از آهنگاش که خیلی به دلم میچسبید میگفت هر خوشگلی یه صاحب داره، بی صاحب باشی میشی دستمالی این و اون. ببین وقتی آهنگ رو گوش میکنی میبینی راست میگه، بعضی حرفاش روی منطقه، روی حسابه، روی کتابه، تو میتونی به آهنگاش بها بدی. اون موقعی که با سرگذشته ازدواج کرده بود من یه ویدیو درست کردم، نوشتم دعوامی نداره، ولی خب ویدیومو پاک کردم چون من اون موقع اصلا سبک ویدیو درست کردنمو نمیتونستم تشخیص بدم، بگم آقا چه ویدیویی برای من خوبه الان. ولی خیلی به مرور زمان تو
میفهمی که چه آدمی هستی و برای چه کاری خوب هستی. اینو به مرور زمان بینندگانت و خودت متوجه میشی که چه کاری باید انجام بدی. ویدیومو پاک کردم. خب حاشیه تتلو فکر میکردم 2 هفته پیش فکر میکردم دنبال خلاصه بازدید گرفتنه. اصلا به فکرم نمیرسید که این آدم ول کنه بیاد ایران. واقعا ببینید خب جو حکومت ما، جو این نظام ما، اون چیزی که الان ساختار نظام حکومت ما اینه که هر کس داره توهین میکنه رو خلاصه باید به هر دلیلی مجازات سنگین باشه، به هر دلیلی اصلا باید به قشر خواننده و قشر آزاداندیش اصلا نباید بها داده باشه. این نظامی که ما توش هستیم واقعا خب نمیشه همه مردم یک دست نیستن. 5 تا انگشت ببخشید اینا افتاد، 5 تا انگشت اندازه هاشون یکی نیست، برای یه دستن ولی اندازه هاشون فرق میکنه. طبیعتا ما داخل ایران هم همین هستیم. مردم خیلی هم تنوع فرهنگی داریم، تنوع زبانی داریم. اصلا هر گوشه از ایران فکر میکنی شما میبینی برای خودش یه فرهنگ و آیین خاصی برای خودش رو داره. پس نمیشه شما بخوای که هر کسی برای خودش مثلا یه دیدگاه که همه دیدگاه یکی باشه، اصلا محال ممکنه. ولی خب میریم سراغ تتلو، میبینیم آقا چی میشه آخرش. ببینید دوستان، حالا تا انتهای ماجرا رو بهتون بگم. ما این هفته 2 تا ماجرای عجیب داشتیم که ماجرای چایی بود، اختلاس چایی بود که بزرگترین اختلاس ایران بود. اصلا زیر سایه حاشیه‌ای که تتلو درست کرده بود اصلا از بین رفت و اصلا ما اصلا از حاشیه چایی اصلا خبردار نشدیم یا اصلا بالا نیامد تیترش به خاطر اون حاشیه بزرگی که تتلو درست کرد. ببینید یه جایی که میبینید 2 تا خبر بزرگ میشه داخل کشور ما، شما یقین بدونید که این یک سناریویه. ببینید 2 تا خبر، مثلا مثال میدونم، یه موج منفی که داخل ایران میپیچه و یک موج حاشیه ساز. ببینید ما 2 تا موج داشتیم الان. موج منفی که داره از دولت و حکومت داره مردم دارن انتقاد میکنن، یه موج انتقادی بسیار گسترده است و یه حاشیه بسیار گسترده. وقتی شما این 2 تا رو یک جا در نظر میگیرین، در یک زمان ایجاد میشه، شما یقین بدونید که مافیای چای و حاشیه تتلو یکی داره جلو میره و بدونید 100% که به قول معروف اینا برنامه ریزی شده است. تا چه حد؟ ببینید 50%، 60% خلاصه به نفع هم حکومت، هم به نفع خود تتلو که این همه حاشیه درست میکنه. بعد از اون منو میگیم آقا چی میشه تهش؟ ببینید کسی به خاطر 4 تا فحش دادن اعدام نشده، کسی به خاطر 4 تا انتقاد اعدام نشده، شکایت شده از دست تتلو. خب ببین تو هر حاشیه‌ای ببین یه چیز بگم، من نمیتونم چیزی در مورد زندگی این آدم بگم آقا چه کارایی کرده چه کارایی نکرده و میخواد بعد از این چی کار کنه. میگن که میخواد بره
بقیه زندگیشو داخل رشت بگذرونه. بازم میگم انسان هایی که ظریف هستن و به قول من روح لطیفی دارن دوست دارن یه جای سرسبز زندگی کنن و بقیه زندگیشون رو بدون حاشیه بگذرونن. یه لحظه یاد حبیب افتادم. حبیب هم همینطوری بود وقتی داخل اومد ایران، که امیدوارم مثل حبیب نشه و بتونه بعد از این بازم آهنگ بده، مثل حبیب ممنوع صدا نشه و بتونه بازم آهنگ بخونه. حبیب بنده خدا این همه زحمت کشید برای آهنگ و سربلندی و فرهنگ ایران. اکثر آهنگاش رو که گوش میکردم، اون انتهایی که آهنگا رو میساخت از روی شاهنامه بود، از روی شاهنامه میخوند و تبدیل به آهنگش میکرد. بسیار انسان خوبی بود. متاسفانه من خودم نتونستم حبیب رو از نزدیک ببینم، ولی خب آهنگاشو دوست داشتم. ببینید بازم میگم این مملکت ما سلیقه‌های بسیار زیادی وجود داره. ما نمیتونیم خوانندگی رو سرکوب کنیم، مداحی رو سرکوب کنیم. حالا رژیم عوض بشه مداحی رو نمیتونیم سرکوب کنیم. الان که هستش نمیتونیم خوانندگی رو سرکوب کنیم. باید یه تعادل و رفلنسی بشه تا همه ما بتونیم توی این مملکت زندگی کنیم. یه زندگی مصالحت آمیز که به هیچ کدوم نه ضرری بخوره نه ضربه بخوره، بتونیم کنار هم خیلی با اندیشه‌های مختلف بتونیم مثل همه کشورهای دیگه بتونیم با هم زندگی کنیم. این به نظر من این بهترین تصمیمه که یه حکومت میتونه برای ملتش بگیره. خب سرانجام من خیلی دوست دارم که مثل حبیب نشه، بعد از این ماجراها بتونه بازم فعالیتش شروع کنه. واقعا توی غربت زندگی کردن واقعا سخته، دور از طرفدارانت زندگی کنیم واقعا سخته، مخصوصا اونایی که وابستگی شدید به این آب و خاک دارن، نمیتونن بیش از حد بیرون از ایران زندگی کنن، میپوسن، دیوونه میشن و دوست دارم به ملت و فرهنگ خودشون برگردن. جاشون اینجاست، خاکشون اینجاست، ریشهشون اینجاست و همینجا زندگی میکنن، همینجا دفن میشن. همین بوده. برعکس خیلی از کشورها که و خیلی از ملت‌ها که میرن و واسهشون فرق نمیکنه کجا زندگی کنن، ولی خب ما ایرانی هستیم، دوست داریم فرهنگ و تمدن و صنعتمون رو پیشرفت بدیم تو هر مقامی که هستیم. ببینید من یه رفیق داشتم، رفیق مواد فروش بود. خب جدا از اون مواد فروشیش ولی چند تا ازش نکته یاد گرفتم. سر نظم بودنش 112 میشد، میرفتش مشتریاش را مینداخت و هیچ مشتریش ازش ناراضی نبود. زندگی بسیار ترتمیزی داشت، نظم تو زندگیش بود، واقعا آدم لذت میبرد. حالا این راه خلاف انتخاب کرده بود ولی نظم هم داخلش بود و از پولی که در می آورد میرفتش یه باشگاه برای داخل محل درست کرد، یه باشگاه بدنسازی درست کرد داخل محل و جوانان رو تشویق میکرد به ورزش. ببینید یه واقعیت هم بگم، اون ساقی، اون مواتور از این ساقی نگیره میره از اون یکی میره، از اون نگیره از اون یکی میره، چون نیاز داره، احتیاج داره که مثل داروخونه میمونه، از این داروخونه نگیره میره از داروخونه سر محل بعدی میگیره. بس واسش فرق نمیکنه، باید این مواد رو تأمین کنه. خب نگاه کنید یه مواد فروش توی این مملکت، نمیگم همشون ولی خب یه نظر آشنایی که من بود دیدمش اینطوری بود.
همه دوست داریم. ببین دست خود ما نیستش، این خاک اینطوریه، دوست داریم براش خدمت کنیم، براش پیشرفت بیاریم، براش سربلندی بیاریم داخل این مملکت. هر قشری، هر کسی توی جایگاهی که هستش دوست داره یه پیشرفت واسه این مردم و این ملت انجام بده، بیشتر برای این کشور. ببینید دولت ها میان و میرن، چنان که از 2500 سال پیش، از 6000 سال پیش همینطوری بوده. ساسانی اومده، هخامنشی اومده، نمیدونم مغول ها اومدن، عرب ها اومدن، این همه آیین و فرهنگ و حکومت های مختلف اومدن و رفتن، هیچ کدوم هم دوام نیاوردن. ولی چیزی که در انتها برای این ملت مونده فرهنگ غنی‌تر، فرهنگ بزرگتر، تمدن و بزرگتر. ببین اینم بهتون بگم، ایران جزو از این کشورهایی هستش که هر کسی خیال جنگ پیدا میکنه با این کشور، او خب یا جنگ شکست میخوره یا تو جنگ میبره. این دوتا، یا میبری یا میبازی. وقتی میبازی فرهنگ اون کشوره که جنگ کرده و جنگ رو برده اون چیزای مثبت رو از اون کشور میگیره، از اون چیزایی که میگن اون کسایی که جنگش بردن، اون کسایی که اومدن داخل این سرزمین جنگ رو بردن، اون چیزای خوب رو میگیره و اون چیزای بد رو حذف میکنه. همیشه همین بوده. همیشه هر پیش آمدی باعث شده که این ملت قوی تر بشن. 20 سال پیش با الان واقعا زمین تا آسمون فرق میکنه. من تو چند تا کانال خارج از ایران هم تلگرام دارم، من عضو کردم. یه کانال ایتالیایی دارم، یه کانال عرب زبان دارم. خب دست خودم نیست، به خاطر اینکه برنامه درست کنم خیلی فعالیت اجتماعیم زیاده تا بتونم یه برنامه خوبی درست کنم. ولی وقتی داخل این تلگرام میشی، داخل این گروه ها میشی، متوجه میشی که بهترین و اون شادابترین گروه هایی که تو زندگی داشتی همین گروه های ایرانیه. چه تلگرامش باشه، چه اینستاش باشه، چه یوتیوبش، که خود من توی یوتیوب فعالم. ببینید به خاطر اینکه ما قومیت های مختلفی داریم داخل ایران، فرهنگ های مختلفی داریم داخل ایران، باعث میشه که ببین از کشورهای دیگه هم بازدیدخور زیاد داشته باشم. خیلی تحریمیم، ما خیلی تو فشاریم. ولی خب ببینید شما بری آهنگای محسن ابراهیم زاده رو نگاه کنی، حدوداً 20 میلیون بازدید خورده که من قسم میخورم 85% مال عراقی هست. خیلی تعجب آوره چقدر محسن ابراهیم زاده رو دوست دارن. یا محسن یگانه توی تاجیکستان چقدر طرفدار داره. یا ما میریم سراغ آرش، چقدر محبوبه توی کشور انگلیسی، چقدر محبوبه، چقدر آهنگاشو دوست دارن. ببینید کمتر کشور اینجور میتونه محبوب باشه خواننده‌اش، برای هر خواننده‌اش برای یک کشور محبوب باشه. فقط فکر کنم ایرانه. برای همون ما بازدیدخور داخل سایتامون زیاد داریم. نگاه کنید عراقی‌ها، افغانستانی‌ها، تاجیکستانی‌ها، روس زبانا از این و کشورهای عربی، خیلی کشور تاثیرگذاری ایران به خاطر فرهنگ و قومیت‌های مختلفی که داخلش هستن به اسم ایران و این کشور رو ساختن. خب خلاصه کنیم حرفو دیگه، بیشتر از این دیگه زیادی گویی نکنم. امیدوارم ویدیویی که درست کردم
براتون خوب باشه. برای امیر تتلو هم امیدوارم که هرچه خوبی برای این بشر هستش براش بیاد. ببینید هر کسی تو زندگی، اون روز داشتم آیدین زواری در موردش یه ویدیو درست کرده بود، کسایی که رفته بودن داخل خونهش مهمونش شده بودن و از زندگی شخصیش میگفتن. یه عده میگفتن آدم بدیه، عده میگن آدم خوبیه. ولی انسان، بازم بهتون میگم، غربت آدمو نابود میکنه، باید بهش حق بدین. فشار کاری آدمو میتره کنه، بازم باید بهش حق بدین. این آدم استعداد خوبیه، میتونه تو وحدت ایجاد کردن برای جوان‌ها واقعا انسان موثریه. از استعدادش باید استفاده کنیم تا به قول معروف. ببین بازم میگم، ما یک ملت، یک دست انگشتای مختلف و سایزهای مختلفی داره، ولی در نهایت یک دسته. ما باید همینطوری ببینیم همدیگه رو، باید همدیگه رو همینجوری قبول کنیم. امیدوارم امیر تتلو هر جا هست موفق باشه، به زودی بیاد بیرون و آهنگاشو شروع کنه. انسان محبوبی هست و محبوب خواهد بود. در پناه حق باشین. خدا نگهدار.